طرف سر فرمانده عراقی رو بریده، قهرمان کشتی جهانه، از زیر بهمن زنده بیرون اومده، تیر خلاصی خورده و بازم زنده بوده. فکر میکنی شغلش الان چیه؟ پارکبان. میخواد به حقش برسه. بریم تو ادامه ببینیم چی میخواد. ضمن عرض ادب، بنده سال 63 قهرمان آسیا بودم، تا اینکه جنگو به کشتی. قهرمان چی آسیا؟ کشتی آزاد با وارتینی یوردانوف، با دیمیتروف، با 27 کشوری که از سال 60 به ایران اومده بودن برای 22 بهمن، که اونجا کاپ 22 بهمن دیپلمات 52 کیلو رو گرفتن. اولین بدو ورودم به جبهه برای پاکسازی پیرانشاه سردشت بود که اونجا 25% شیمیایی شدم. اولین عملیات جنگیمون هاجمران بود. من به اتفاق شهید صیاد شیرازی و سرگرد حسین کاظمینیا که یکی از دسته شناسایی بودم تو اون عملیات شرکت کردم، تا اینکه آخر عملیات اسیر شدم. منو 40 روز تو اسارت نگه داشته بودن. تو عملیات کربلای 5 فرار کردم و تنها سربازی بودم که تونستم از کمپ عراقی ها فرار کنم. تو روزنامه ها نوشتم، روتل دستمو زد، نیست زد. به بیمارستان صحرایی اعزامم کردن. از درد دستم راه و بیراهه رفتم، مجددا دچار اسارت شدم که این اسارت منجر به 25 ماه و 11 روز طول کشید. بعد اومدم دوباره کشتیمو ادامه دادم تا اینکه سال 71 جهانی پیشکسوتان مارتینی سوئیس جهانی رفتم. اونجا مقام 3 کسب کردم. بعد دیگه سنم رفت بالا و دیگه حالا با داشتن 2 بچه و یه همسر مهربون دارم زندگیمو ادامه میدم. الان شغل چیه؟ الان دارم نگهبان پارک داری میکنن، به ماشینا پارک میدن. چقدر حقوقته؟ 12 تومن ماهی، 12 ساعت کار، 12 تومن حقوق. من چیزی از خدا نمیخوام. حقمو میخواستم که به گفتن دیر اومدی، نتونستم. یعنی چی؟